در قسمت قبل سریال خواهران و برادران دیدیم که مراسم عروسی شنگول و اورهان برگزار شد و گنول برای انتقام خودش را به آنجا رساند و هرچی از دهانش بیرون آمد به شنگول و اورهان گفت. اورهان گنول را به بیرون از تالار برد. در آنجا گنول ناخواسته دخترش را با ماشین زیر گرفت. در تیزر قسمت جدید سریال می‌بینیم که افرا بر اثر تصادف سرش به زمین خورده و دچار خونریزی می‌شود. خیلی زود افرا سوار آمبولانس شده و به بیمارستان انتقال داده می‌شود. بعد از چند ساعت عمل جراحی افرا زنده می‌ماند و از مرگ نجات پیدا می‌کند. از آن طرف می‌بینیم که عاکف شروع به کولی بازی و فیلم بازی کردن می‌کند تا سوزان او را طلاق ندهد. به همین خاطر به بالای یک ساختمان رفته و می‌خواهد خودش را پایین بیاندازد. مردم متوجه موضوع شده و دور عاکف جمع می‌شوند. سوزان هم خودش را به آنجا رسانده و از عاکف می‌خواهد که از ساختمان پایین بیاید. همچنین می‌بینیم که دعواها و درگیری‌های سوسن و عمر ادامه پیدا می‌کند و هیچ کدام کوتاه نمی‌آیند. آسیه برای آشتی دادن آنها فکر جالبی به سرش زده و به دست آنها دستبند می‌زند تا مجبور شوند برای چند ساعت پیش هم باشند و با هم حرف بزنند و مجبور شوند که با هم آشتی کنند. به این ترتیب سوسن و عمر در عمل انجام شده و تله آسیه گرفتار می‌شوند.